امی اوتای کودکان کوفتنی رفتم. پدری من 22 سال شد دیگه برنگشته است. بفهمم که ما به او چی کشیدیم. کار کردم در همجا کلچه پختم. نمیتوند پسرشم یک استودنت هیچی نمون نشانش نمیدونم. شبا خواب نمیکنم، پاش در میکنم. نشنیدم نگوید، نفهمیدم نگوید. در کاخ باربد روزهای ششم، هفتم، هشتم و نهم می در دایره لایحه تمغه پسندیده تاجیکستان نمایش فروش محصولات خوراک، مالها برای خانه و خدمترسانی‌های گوناگون برگزار می‌گردد. در عرفه عید رمضان محصولات با نرخ ارزان درآمدآزاد است. بیایید محصولات پسندیده‌تان را خریداری نمایید و دسترخوان دانه‌تان را آرا بدهید. салом тамошобини азизи сомонаи оила. моро муроҷиати нигинамо ҳакимова, як модари азияткашида ки чандин сол боз, яъне 31 сол боз иҷоранишин дар бадару овораву саргардон аст, водор намуд ки омада аз зиндагии эшон аз наздик бохабар гардем ва биёед якҷоя тамошобини азиз аз ҳолу аҳволи эшон пурсон мешавем. سلام مهاجران محترم، من عرض میکنم به شما، خواهش دارم از شما که من 31 سال شده به خونه و پدرم، 22 سال شده شوهرم نیست، 4 تا فرزند کلان کردم. از سبب شرایطم نرسیدن او خواندن نتونستم. پسرم در استودنت در چی کار میکنه؟ شاگرد کار میکنه، هم مکتب شاید چی میکنه. یکی هیچی وضعیت نداشتم. از شما التماس خواهش میکنم که به من کمبغل یاردم کنید. پدری من 22 سال شد از تاجیکستان برآمده رفت، با مسکو رفت. ما خورد بده، من 7 ساله بودم، دادر من 8 ماهه بود. حاضی دادر من 22 ساله هست. دیدار پدر رو ندیده است. وقتی که ما پدر میگیم، دادر من میگه ما پدر رو نمیفهمم چی هست. پدر من فیضعلی و ابوعلی در جای باشد، صحت سلامت باشد، بگذار خداوند ایمانی مستحکم نصیبش بگرداند. همه قدر خواهش دارم که یک بار ثبت ما را ببینه، بفهمه که ما به او چی کشیدیم، چی عذابای سختی دیدیم. مکتب نخوندیم، یا مادری تنها قطعی بودیم. مادری من نان میفروخت، مکتب را دورنیکی میکرده پیش مکتب. ما را باید رسان مسکو رفت، کار کرد، در مسکو غلطید. 22 سال شده است برآمدن رفتن شه دیگه برنگشته است. با چی سبب رفتن؟ یعنی اون جنگ جنجال بود؟ نه برآمدگی هم خیلی رفتگی دیگه پیدا شده. هیچ نگفتم، برآمدم رفتن نمیده. کجا رفته؟ میگن مسکو دای نمیدونم، هیچی نمون نشانش نمیدونم. در همین 22 سال یگون خط و خبر نبود؟ نه. فرزندانشون را جستجو نرفتن؟ ستمورش دیگه کار نکرد، خیلی کسل گشت، پولی نداشت لیچینی کنه. دختره با آورو برآورد. از خداوند شکر میکنم که پدر هم نبود، مادر من برای من هم پدر بود و هم مادر. پدر شما در کدام شهری روسیه است؟ اون خط خبر نمیشنوید؟ همین قدر میشنویم که بچه اما کم زنگ میزنه، میگه حالتی خوب نداره. در کدام شهر است؟ نمیدونم، حالتی خوب نداره. از کجا زنگ میزنن؟ مسکو. یعنی که پدرتون هم در شهر مسکو است؟ بله. اکای ما یه بار مسکو رفت، دید چه گفت حالتی خوب نداره. بیمار است؟ بیمار. 15 سال پیش امی اوتای کودکان من کوفتنی رفتم. من هیچ را نمیدونستم، روسی را نمیدونستم. من با پاییز قدی رهبر رفته ایم.
یعنی همون ننگ و ناموس زنانه‌تون بیدار کرد که شما را بید؟ رفتم در یک استالوی کار کردم، بچه‌های ایسور بودن، کار کردم در همونجا کلچه پختم. نه ما هم صورت چپ برده بودم، در همونجا کدامی می اومد نشان میداد که همین آدم دیدین میگفتن نه ما کار کردم، گشتم دکم ماندم، نه ما پس گشتم آمدم. وقتی شماش به شوهر بر اومده در همون با کجا مقصد خونه و در نداشتن اونا؟ داشتن خونه و در بچه هاش موندگی بود، ایرا سر کردن. برادرشون هم سر کردن؟ سر کردن در فرخور. در فرخورش کردن. چند سال زندگیتون شما رو پیش کردن؟ 1 سال ایستادیم سرمان کردن. چی گفتن؟ گفتم برین زندگی تو نبینیم، هیوری کلانی. رفت اومد دوران از خود؟ نه یگم تاش نگاه بین نمیکنه، یگم تاش نمیوید. و توی مرکای فرزندای شما اومدن؟ نه خبر کرده بوده؟ یگم چیز نداره، چیزی که داره مادر من همه قدره. مادر من 52 ساله هست لیکن جا نداره. 8 سال شده نمیجا اجاره میشینه، 3 ماشین پولی اجارهش دادگی نیست. از سببی که من خودم هم اجاره میشینم نمیتونم کمک رسونده به مادر. از همین سبب خواهش میکنم کسانی که ما را میبیند، کسانی که خیرخواه هست، رنگ ماوار کمبغلا را دستگیری میکند و همین قدر خواهش دارم که مادری مرا کمی هم باشه دستگیری کنند. سلام علیکم، من حکیم آوا زفرو. من 8 سال شدم اینجا اجاره‌شین. همسایه پای نگینه میشناسم، بیمار از کسلای میوش در میکنه، پاچه‌اش در میکنه. منم یک اجاره‌شین، من پسر ندارم، یک دخترچه دارم کار میکنم استالویده. من خانم یک چیزی درمند او خود کارا نمیتونه، میگیرم استالوی خود میبیورم، یک کاسه میبرم پای نگینه خورین میگم بیچاره نمی دخترش نمیتوند خچم اجاره‌شین، نمیتوند پسرش هم یک استودنت دستش نمیرسد. برادرای عزیز که میمورا میشنوه میبینه کمک کنن. نامی من زکریا است. من سنفیسه نکنم، خواهش میکنم همی بیبی مرا یاردم کنه. شبا خواب نمیکنم، پاش در میکنم، من کنم آهی تارت میمانم بیبیم ده. من اگر کلام نبودم بیبیم ده یاردم میکردم. امیدواریم که خیرخواهان، مهاجران عزیز و خصوصا افرادی که در راه حق کمک کردن میخواهند نسبت زندگی نگینما حکیم و بی‌طرفی ظاهر نمیکنند. و این مادری اذیت کشته که 31 سال باز اجاره نشین است، در بدر است، آواره است و شما تماشابین عزیز نسبت درد ایشان بی‌طرفی نکرده کمک خیش را دریغ نمیدارید. نشنیدم نگوید، نفهمیدم نگوید. در کاخ باربد روزهای 6، 7، 8 و 9 مای در دایره لایحه тамғаи писандидаи тоҷикистон намоиш фурӯши маҳсулоти хӯрока, молҳо барои хона ва хизматрасониҳои гуногун баргузор мегардад. дар арафаи иди рамазон маҳсулот бо нархи арзон даромадозод аст. биёед маҳсулоти писандидаатонро харидорӣ намоед ва дастурхони донаатонро оро бидиҳед.